دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل من عزیز گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت 14 بازی بولی رو با هم بریم. امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید، همچنین که چنل ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر هم خیلی خوشتون اومد پیج اینستاگرام ما لینکش این زیر است، حتما برید فالو کنید. امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد. بریم سراغ بازی. خب دوستان گل، رفیقای نازنینم، اگه اینکه اولین بار اومدید تو چنل ما حتما برید پلیلیست بولی رو ببینید. خیلی ویدیوهای جذابی داره تا الان. امیدوارم هر چه زودتر بازی رو تموم کنیم، ولی خدایی نمیشه ازش دل کنیم، بازی قشنگی کنه. اینم بگم که یه چیز جدیدم که نه خیلی وقت کشف کردم، می‌خواستم بگم تو این بازی اینه که وقتی نزدیک زنگ مدرسه است بچه‌ها میدونن میرسم تو کلاس. جالبه، مدرسه است دیگه، ولی مکانیک جالبی داره. خب این کلاسمون رو شرکت کنیم. آرت 4 با هرچی میگذاریم کلاس لولشون معمولا میره بالاتر، سخت‌تر میشه. رفقای نازنینم ویدیوهای مافیا 2 رو هم ببینید، توصیه میکنم. اصرار نمیکنم ولی توصیه میکنم ببینید، حتما خوبه، جذابه. بزن بریم سراغش دیگه که کیفشو ببینیم. آرت 4 کلاسای جانانه‌ای داره. نو تاکینگ، اوکی. به چه نو تاکینگ های بزرگی داره. خوبه. شت. حرکت ریسکی ولی خفنی بود. تموم شد. سلطان این حرکت ها. تو هر عکسی پوزیشنش عوض میشه. تموم شد. خیلی تاثیر گذار. آره 4 تا رد کردیم و فکر کنم 100% بگیریم کامل. آره بونوسش کامل گرفتیم. بونوس اشتباه نگم. دوستان گل، من ویدیوهای قبلی رو برای زیرنویس گذاشتم. اگه دوست داشتید حتما برید زیرنویس رو فعال کنید. کلا تو تنظیمات تو ویدیو هستش، میتونید برید زیرنویس رو فعال کنید. تا حالا مثلا تو یوتیوب ندیده بودم کسی بیاد مثلا فاکتوری بولی رو مثلا زیرنویس بذاره. مثلا بودن که مثلا داستان بولی رو تفسیر میکردن، بعدش مثلا آره داستان بولی رو تفسیر میکردن، بعد مثلا داستان به صورت داستان فرم میگفتن. ببینم جالبه در خودش. اوکی، این معلم زیست ما نیست. نه معلم شیمیه. جا گرفتم. شبیه هن کلن. قبلی دیدید که من قدرت داشتم، خیلی قدرت داشتم، به همه نشون دادم. الان قدرتم و اینا نشون میدم. او یارو چی؟ من میزنی اسکول پلش. خب تو چی؟ گوز میگردی اینو بگی. تا دستتو بیاری بالا نفله شدی باید. جیم، کلاس جیم داریم. کلاس جیممونم میریم. امروز میخوایم منظم باشیم و کلاسمون همه رو شرکت کنیم. وحشی چه حمله میکنی به من لعنتی؟ ای بابا، حیف که من آدم خوبیم و اهل دوا نیستم. بریم که ورزشمون کلاس ورزش رو شرکت کنیم. داجبال داریم. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. All right, you lazy bums, look alive. Yeah, I'm sure. I knew you were a loser, but you're stupid too, huh? Oh, love it.
ready to lose because I'm ready to win. Everyone on this team is special. Yeah! I don't even need to buy my victory. You guys don't have a hope in heck of winning. با همین تیمش شاشو در بداغون شما رو میبریم. We'll try to take it easy on you guys. This is my time to shine, so just know that. I'll show you who's the best. Me. You know, I'm better than you. Doesn't lose. I'll show you who's the best. Me. You know, I'm better than you. You don't have a chance against Team Nerd. ایول دست اول بردیم. چه میکنیم بازیکن؟ خب اوکی دست بعدی شد. آرگام شما بر با هم یه مشتاشو رو بودیم اینا رو بردیم. اینا چقدر بدبخت و حقیر از ما بردن. بودیم اینا رو اصلا تغییر کنیم. قدرت این تیرکمان ما تقویت شد. جالبه. نایس. قابلیت این سری از این کلاس ها واقعا خوب و خفنه. ماشاءالله. چه می‌بینیم؟ به به. Hey! Oh. It's you. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? No. No what? No, sir. That's better. At ease, girls. Listen, boss, those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss and I'll go send the message. اوکی. به طور خلاصه و دقیق بخوام این جریانات رو توضیح بدم اینه که وقتی که ما رفتیم به جانی کمک کردیم و دن و گرد و بیشتر رو سرویس کردیم اینه که اینا ازمون میخوان که مثلا رهبر این گروه نیستیم که ما بیایم به اینا کمک کنیم و گرد که دنش رو سرویس کردیم نجات بدیم. گرد هم ماچر خودمونه، ماشتنده خودمون که میشناسیمش. هم پسره بود گل میگیره. پارت قبلی هم که دیدید، اگه پارت قبلی رو دیده باشید میبینید که اونجا ما بله بزنید اونجا خودتون میبینید جلو باشگاه بوکس چی کار کردم. این نیاز به توضیح نداره. خب اوکی. خب داشت من تا جایی برسون، پول کرایه ندارم ولی اوکی ندارم تا جایی منو برسون. اگه برید دست راست مخلص هستم، برو دست چپ، برو راست 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 داشت وایستادی که برو راست دهند سرویس. مسیر ما اصلا اینجا جدا میشه. خب اینجا باید از این چیزا بزنم، اسپری بزنم. جیمی was here. اوکی. تو شاخه مکو. باید برم از این اسپری ها بخرم. What's this? Okay. Assalamu alaikum. Okay. Okay. Remember, always a good prize. این دختران انقدر تو کف منم بهشون میام کفته. تیسمات. خب اسپری دونه اینجا میزنیم. داشتم چرا سگدرز میزنم باش. تیک بس گریسی دوش بگیری گریسی گریسی با همشه روغنی هم. Mr. Galloway would be proud. Mr. Galloway افتخار میکنه. What the fuck چرا این همه هز میشن پاک میشن.
اینا دقیقا بعد از اینکه اسپری میزنم پاک میشن. چرا وای خونه لولا اینجاست. بریم اونجا. بعد این محله فکر کنم دشمنیمون رو با گیسرا نشون دادیم. ازا به دیوار نگاه میکنه یا فریده. حالا اینا هم با ما دشمن شدن. این چیز گیسرا با ما دشمن شدن. برفکت نشون میده. اسکول Nice place you guys have found. Wow. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? چی میخوای هاپکینز؟ Gone. Get lost. ازتون میخوام گم شید. واه. اسپری بزنم. یه چکی بخوابونم در گوش دادن بشید. طفل بدبخت. خب یکی یه گنده نره اینجا. نه داره. او اگه میتونی بیا منو بگیر بدبخت. شت منو گرفتم. گم شو اموال. تو خمار صورتت بزنم. داداشمون چرا اینطوری وایساده؟ خب تو چه گوزگوز میکردی عزیز دل من؟ بیا من میخوام باید با رحم و عطوفت صحبت کنم. چی شد؟ هلاک شدی بدبخت؟ هلاک شدی؟ ببین ساعت میدم نفری میزنم. ببین میگم ساعت بهت میدم نفری میذارم رو سینه چون هلاک شده. بده دوبار اینا رو قهوه‌ای کردم. Of course I love you, Johnny. No, you don't. بیا این بدبخت ساکر رفته پیشین. It didn't seem complicated between you and that Gordo kid. I'm gonna kill him. Johnny, please. We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off. Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey, what are you doing here? looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two. You're both so straightforward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. بله الان باید سرین با این موقع مساوا بگیم بیچ. Look at these suckers. They got nothing. A wheel ain't a wheel without all that smoke. We're gonna break you. Dun dun dun. Dun dun dun. I'm destroying when you kid. خب دو دستی الان مسابقه میدیم. خب بیا اینا هیچ وقت نمیتونم ما رو شکست کنم. البته شکرم نامردی میکنم واسه این مسابقه. کلک ملک میزنم فکر کنم درخت میکنم میندازن. چون یه باری من بازی رو یه ماموریت رو رفتم میدونم. شت. فاک.
دوباره بریم جایگاه اول میتونیم بس بیاریم. اوف اسکولا رو نارم بیا سوم شده. یه پله جایگاه اونو پس گرفتیم. آها دوباره پس گرفتیم جایگاه اونو. لاشیا دارم میانبر میزنن. اوکی بدبخت اموال من میخواستی زمینگیر کنیم اسکال. مسابقه اساس شده بودایی. اوف نفس عمیق. برو با شما بر مرد دیگه باسنی برو بر دیگه پرس. مردی که باسنی میخواد ما رو از زمین بندازی بیرون. Why are you gay? You are gay. آره سی بردن. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. Alright, Jimmy, you won. Well, of course, my bike wasn't tuned right. I'm gonna head to the shop and do some work on it. More bike talk? I'll meet you guys later. Come on, baby. Come on, baby. بانون بزن سیرشی خدایی. خبرتونه چه خبرتونه؟ Smeared my lipstick, you beast. Okay. No stopping Jimmy Hopkins. خدایی من استرسی که سر این مرحله الان داشتم سر امتحانات خودم داشتم. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاع. حیوان تو بودی اسکوال پلشت. ما دهنت صاف میکنم. اوکی تخم سگ مردی؟ یکی بود کی؟ تو بودی؟ تو اسکال بودی؟ سب کن میرم الان انتقام تو اسکال ششت کور میکنم از بخت منو میزنید. حاجی گنگش بالاست دیدید؟ زدم دهن هر چهارتاشونو سرویس کردم. هر کی با ما در افتاد بر افتاد. Hey, good looking. What's up? Oh, you're so angry. But I think you've got a softer side. Haven't you caused enough trouble? That's not fair. I'm a nice girl. I'm nice to everyone. You are a bitch. Everyone hates me. Look, I'm sorry. I'm sorry. Okay. But now Johnny and his boys won't even speak to me. Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay. But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out. My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry. Everything. Now I've got nothing. I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. Very grateful. بله دوباره باید برای این بش بریم کار انجام بدیم و بریم وسایلشو پس بگیریم. کلا من به گروهی که لیدرشون یه احمد اسکول باشه و نمیدونم طرف به کل محله رفته خدمات رسانی کرده بعد مثلا این بهش وفادار هنوز رامزاده بیا بمیر دیگه. من دارم راه خودمو میرم تو کونشون اومدی برگشتی منو میدونی اما پلاش تخم سگ
آدم مجبور میکنم فوش بده. شرف بی ناموس بی همه چیز. الگو الان میخوای بری؟ آره الان باید تخمات بزنم. آره الان بری؟ الان میری لجن. الان فکرم دی اسپان بشه. بریم ماموریتمون انجام بدیم. خب بله ما وسایل لورا رو بیاریم. آره من خواستم بیا. خب چیزی فرمودی شما جناب؟ فکر کنم یه چیزایی میگفتی. مردی که فوت کرد. دوستان اگه تا الان دکمه صابون نزدید دکمه صابون بزنید که ما داریم برسیم بالا ها. بله. اوکی یا آیتم هست اینجا رو باید بشکنه. اوی یارو ها یه دقیقه شت. بیا جا خالی زدم بدبخت. الان واسه یکی لگت بزنیم. باید تو خمار رو همونطور میکشم تغییر بشه. نوشابه میدن. منطقه بولی رو هیچ وقت تغییر نکردم که وقتی یکی میمیره یا مثلا مصدوم میشه یا چیز به من نوشابه میده بجاش. یه نفر رو ناکوت میکنیم به من نوشابه میده. یه جیمیه بچه ها هوا داشته باشه. بریم وات؟ چی گفتی داشت؟ متوجه منظورت نشدم ولی هر چی گفتی خودتی. اوکی. Smoke your butt with your boot. What the fuck? Yeah. سب کنم آبی گوشمالی درست سایی بدونم. بیا. نمیفهمی بارو بابا 25 سالته بارو بیرون بابا. حالا تا بیفتی بیای بالا بیانو بگید شب شده. برای تو میگیم برای منه. والله العظیم بیارگی. حله من اینجا کمپیدم و شما نمیتونید منو بزنید. میخوای با من اول انسان کشتی بگیری؟ ویروس مجازی. What are you doing? What the fuck? Taking out the trash. Looks like that's what I have to do. I just love wrecking things with my hammer. Fuck. Never gonna give you up. آره تا چند نگهداری میخوردی بیشتر دمیج میخوره. داشتیم اون تخریبگر خوبیه. بیایم اینجا شغل تخریبچی مشغول کار بشه. خب فوت شد یاد بخت. سب کنیم چیزو بردم. سنگین رو ناموسن. وزنشو از اینجا حس میکنم. A few moments later. دوش کندی اینو. ایوه
بله کلیدای لولا بودیم. یک کاش این پتکو با خودمون بیاریم، خیلی خوبه، هم دمیج خوبی میزنه، هم به هر کی بخوره دیگه باطله. اوکی اینجا حیف نمیشه این آورد با خودمون، حیف شد، واقعا حیف شد. بیا اینم وسایلت. You got something on your lips. بله موقع عملیاتم سر خر رو کج میکنم. اوکی آره خیلی عالی بوده. Jimmy comes through again. Little help رو بریم. A little help. تو شب جیمی خودکار به خواب میره. آماده تمرین؟ بله آماده تمرین. Just what I wanted. It's all about really hurting your opponent. واو چه تکنیک خفنی. داست هم میزنی آخری نگه میده. خفن بود. یه دونه دیگه هم هست دیگه، فکر کنم اون یه دونه بعدش دیگه یه دونه ترانزیستور که مونده، آخرین ترانزیستوره. چه خیابانی طور گفتم، یه دونه ترانزیستور مونده، اون انجام بدیم دیگه کارمون تمام شد. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه ویدیوی ما رو دیدید. یادتون نره حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا پارت بعدی خدا حافظ.